در شهر کراچی پاکستان شام یکشنبه 15 ایول یک دختر 6 ساله در نتیجه چپه شدن الوانجک یا خود کاروسل برقی به هلاکت رسید. 11 کسی دیگر جراحت برداشتند. شاهدان حادثه به خبرنگار رویترز گفتند که الوانجک را به تازگی نصب کرده بودند و حالا در رژیم تفتیش مشتریان را به پول راه می‌دادند. از این رو الوانجک بیش از معیار آدم شنانده بود. صدای بلند شکستن الوانجک را شنیدم. با شنیدن صدا من دویده اینجا آمدم. دیدم که مردم زیر الوانجک ماندند. هم کلانسالان و هم خردسالان و کودکان خرد جراحت برداشتند. او افسوده است که کاروسل قسماً شکست. اگر آن به یک بارگی چپه میشد، آدمانی که در کنار آن منتظر نزدیکانشان بودند آنها نیز جراحت می‌برداشتند. گروه‌های نجات ابراز داشتند که مجروحان را به شفاخانه به نام جناحی شهر کراچی انتقال دادند. به قول طبیبان وضع دو زن مجروح جدی میباشد. با گفته مقامداران پاکستانی تا فرمایش بعدی درهای باغ بسته خواهند بود.